هرچه که رژیم امروز میگه کسی باورش نمیکنه. یا ما بعضا حادثه‌ای در 10 ساله اخیر، حادثه‌ای که سر صدای بلند شدن، یعنی قضیه‌ای که سر صدای بلند شدن، و اونها یک بار نگاه کنیم به ما چی گفتن، اصلی واقعیت چی بود، یا که در کدام حالت بود، یا به اون نگاه کنیم. ما شروع میکنیم از الک زاخارچنکو. میدونی گفتن که در رشت کشته شد، فقط اونجا به خاطر یعنی مشق رفته بودن برای یک چند روز. یکی ما در اصل فهمیدیم که قضیه دیگر هست. ما از الان نقطه‌ای که من ذکر میکنم زیاد در اطراف اینا صحبت نمیکنیم، چون اطراف اینا ما صحبت‌های مفصل داشتیم، هست اینا را پیدا کنین و خب نظر کنین. لیکن پیدا کردیم، فهمیدیم. من حتی شخصا با یک دوستی اون الک هم صحبت شدیم که پیش از این سفر کودکش روان میکنه طرف روسیه و خودش میخواد از روسیه بیرون بشه، نمیگذارنش، میگن یک مشق دیگه از اونجا میره، بعدا میتونه که برای، یعنی اون میخواست کلا از تاجیکستان بیرون بره. و اون با دوستاش چی میگه؟ میگه اینها مرا زنده نمیمونن، از اینجا ببرون، اینها مرا قتل میکنن. خب این چه؟ میگذاریم به نقطه دیگر، به یک نقطه دیگر میگذاریم. در شهر کولوب سال 2008 یاد دارین چگونه دو کودک رفتن احاطه کردن گرفتن. در اونجا کی بود؟ برادر لنگریف یا که فرزند سلمان لنگریف و پسر لنگریف و پسر سنگک سفروف. برای 3 کودک، خب برای 3 کودک چقدر تکنیکه بردن، چیکار کردن و نوارها است اینجا شاهدی دادگین، گوش کنین که چی میگن، چگونه شده است. برای چی این کارا کردن؟ برای چی قدر واهمه؟ چون پیش از این آقیلوف نفری که سربازی تاجیکستان بود در اون شب روز طرف کولوب سفر کرده بود، زنهای زیاد جمع شدن و خیلی در یک لحظه تند با اون صحبت کردن که واقعا شهر کولوب خیلی خراب بود اون شب روز و این شب روز هم خراب است، خیلی خراب بود. زنها صدا بلند کردن و در اونجا بعضن خش اقربای این نفرها زنها قرار داشت. اونها گفتن که از اینجا بر بگرد، برای رئیس تبو اینجا بیا با ما صحبت کنه. همینه. و اونم یک شب رو یک مرحله بود که رحمانوف تا این حد پرقوت نکرده بود خودش، یعنی نه همه را سرکوب کرده بود. و در اینجا این برنامه را ساختن، تیر و تانک توپ بردن. اولا اون زنها را اولا این کار کردن، تیر و تانک توپ بردن، مردمی اون منطقه را ترساندن، تیرباران کردن، شخصای راهگذران مجروح شدن، هلاک شدن. بعد این زنها را باز بردن دستگیر کردن، اینها را جریمه کردن، ترساندن و سردن. یعنی که بعد خاطر چی بود اون برنامه؟ مرگ گنرال سرخو در 2009 خبر برآمد که خودش پران در پیشونیش است، در دهنش است پران. یکی ما بدتر خش تبرش برآمدن حرف زدن، در این ما صحبت کردگی هستیم، صحبتی مفصل. خش تبرش برآمدن حرف زدن که چگونه آمدن و اونا در داخل اتاق پراندن. کیها کردن؟ خب یک نفر فامیلش چی بود اون عملیات راهبری میکرد، البته بزمکف است، گومکف است، یک نفر دارن، یعنی اونها این برنامه را راهبری میکردن. گنرال سالیخفان میدونن اون میخواست که ترک تاجیکستان بکنه و این حادثه شد بعد از تقریبا نیم سال بعد از اونی که از وظیفه آزادش کردن. تا اون زمان یعنی که نیم سال پیش از این کار بود وزیری یعنی MVD کارهای داخلی این بود. اونجایی که الان چی نام داره این نفر دیگری من رحیم رمضان، خب اون نفر امروز صادقی داره، فکر نمیکنه که یک روزی حالی هم به سر این میاد. میرزا زیایف هم میدونین، میرزا جگه سال 2009 اونم کشته شد و گفتن که در راه آمدن از طرف کوه، خب کدام نفر خودش با سنایپر اون اسد است. این در کدام حالت صورت گرفت؟ این در یک حالت صورت گرفت که این عملیات تمام شد. بعد 3-4 روز پس از همین عملیات تمام رئیسای جمهور باید یک جا سرجم می نشستن. یک برنامه کوکنور 2009 بود. در این هم صحبت ما داریم، صحبتی مفصل داریم. با بهانه 2009 یعنی چیکار کردن؟ در اینجا یک برنامه ها کشیدن، تمام شد و بعد از 4-5 روز
رئیس امروزه تاجیکستان یعنی رحمانوف اون وقت و امروزه یک واخوری دراز مدت داشت، یک چند روز طول میکشید همراه رئیسان چندین کشورها. اگر خطا نکنم در روسیه باید میگذشت، باید برای برنامه بره به اونجا. خب تا رفتن اون علاقه اینجا تشکیل شد و تمام شد. 3-4 روز بعدش این سفر کرد. میرزا زیای فهمیدونه که این گونه نبود و اینها از ماشین یعنی پایان کردن، خودشون قتل کردن. وقتمون هم در این زیاد صرف نمیکنیم چون تو صحبت طولانی نرود. در سال 2010 فرار از سیزای کگبه. در اینجا به ما خب خبرها دادن، در اصل دیدن که خبرها نه این خیلی نیست، یعنی که چیزها کلا دروغ بود. این یکی از برنامه هایی بود که یک درک شدن یک تعداد زیاد فرار کنن بروند طرف منطقه رشت و کار نو تمامی که در سال 2008 بود در 2010 باید انجامش بدن. همه اینها به خاطر انتخابات سال 2013 بود. فهمیدین؟ یعنی منطقه باید کلا زیر دست بشوند و نفرهای کلیدی که بدن مردم دنبال اونها میرفت، نفرهای بودن که نمیترسیدن حرف میزدن یا نمیگذاشتن که در این منطقه ها رژیم نوعدالتی چه برپا کنه، اینها را باید نابود میساختن تا انتخاباتی سال 2013. به همین خاطر یک برنامه دیگه در سیزای کگبه تشکیل کردن. خب به ما خبر زیاد دروغ دادن، لیکن خبرها از هر طرف برآمد. در این ما صحبت داشتیم. بعد از یک کمی سپتامبر همون سال رحمانوف سفر کرد به منطقه رشت، همراهش 2000 سرباز برد برای احاطه کردن دیگر خب امنیت رو نگاه کردن. از اونجا برگشت، فقط به بهونه یک لنته یک مکتب بریدن رفته بود. ببینید 2000 سرباز بود، رفت لنته را قید کرد، گشت اومد که سربازا رو شما بمونید چون اونجا برنامه بود و این خودش پرواز کرد رفت امریکا رفت در سازمان ملل متحد بود. خب اجلاسیه بود اونجا شرکت میکرد و در اینجا شروع شد عملیاتی رشت. دیگر میدونید که خب دوام میکنه چیکار. در این عملیات خب زیاد نفرها کشته شد، سربازان کشته شد، هیچ کس همدردی بیان نکرد، برعکس از خارجه حافظ آوردن. 2 هفته مردم در پایتخت شب و روز خب یعنی کنسر دادن. 2 هفته اون شب و روز که هر طرفی که بود اگر کسی که وفات کرد اونو هموطنای ما بودن، هر کسی بود، سرباز بود، نمیدونم مجاهد بود، آزادی خواه بود، دزد بود، غرب بود، هر کسی بود، تعداد زیاد هموطنای ما قربان شدن در اونجا در اون بازی ها. خب و گفتم که رحمانوف در امریکا قرار داشت. بعد یک مدت رسانه ها خبر برآمد، خبر دیگر، علاءالدین دولت علی بدکی میشناسین، نوار نشان دادن از طریق تلویزیون تاجیکستان که خوابیده است. گفتن اینا آمدن خواستن حمله کنن، لیکن نه ما اینجا خب زور هستیم، دیگر سپیسناز داریم، خب نفرای خیلی مهارتشون بلند است، اینها را ببینید قتل کردن در وقتی جنگ، در وقتی نبرد. یکی بعد یک فرصتی کوتاه نوارهای پیدا شد که چی به ما خبر دروغ دادن، علاءالدین دولت در نبرد نه بلکه اون را زنده دستگیر کردن، میبرن اذیتش میکنن. نوارها از دیگر اینجا جای مهم نیست که من حرف بزنم، نوارها را پیدا کنین ببینید که با کدام لفظ با او صحبت میکنن، دشنام تحقیر ریشاش میکنن. خب دیگر بالاخره میبرن میپرونن و در اون جایی که گویا نبرد شده است جسدش میپرتن و نوار میکنن در تلویزیون میرن نشان میدن که خب ببینید چی گپ شد. یعنی که به ما باز دروغ گفتن، خبری دروغ دادن، به ما باز خبری دروغ دادن. یعنی گپشون تا این نقطه‌ای که ما ذکر کردیم اومدیم برای ما هیچ وقت خبری درست ندادن، همه وقت خبرهاشون خب دروغ بود. در سال 2011 یک به ترتیبی در شهر کولاب در استادیوم کولاب گذشت. یک به ترتیبی چی بود؟ گفتن که خب بعضی نفرها اینجا فوتبال دیگر نه، ریشه کار در دیگر چیز بود. رحمانوف چون هر وقت در چنین بازی ها در سفر بود، اگر خطا نکنم در استانا بود، در قزاقستان. رحمانوف در سفر بود و در اینجا بازی تشکیل شد. برای چی در کلوب
جایی که الک یک بار تیر تانک بردن مردم ترسوندن. خب سبب در چیه؟ چی لازم شون بود این پرووکاسیا؟ این پرووکاسیا برای اون لازم بود که وقتی که درهای مساجد بستن، اون نفرهایی که عزیز محبوب دل مردم بودن همه رو به مسجد آورده بود اونها را گوش میکردن، اینها مسجد را بستن و مردم رو آورد به فوتبال. مردم یه جای پیدا میکنه که برای خودش خب یک وقت در مساجد بودن و یک وقت طرف فوتبال میل کردن. میدونید یک وقت چقدر بالشگاه روشن کلوب وحدت اینو چقدر یا که کماندوی خوجند چقدر سخت بودن، در یک سطح بلند میرفت، مردم یک جا دروغ نبودن سرجم. یعنی اینجا هم بستن، امروز مردم رو آورده است به کجا؟ به میدان مبارزه. یعنی شما برای خودتان درد سر ایجاد کرده. میگردیم به اون نقطه. بستن سفر کرد و این پرووکاسیا را داخل کردن. فرزندش که خب تازه بگیم گنرال شده بود، یک نفر که نمیدونم سین سالش خب هیچ موافقت نمیکرد و من سین سالش هیچ خدمتی نکرده است. یک نفری که پا رو خبون نکشیده است، یک شب در عکاب خواب نرفته است، پرتیانکر خواب دیگر از نسکی و چی فرق نمیکنه. چه میتونین اون را میبرین گنرال میتین؟ برای چی؟ این را کنار میگذاریم به مکرهای پدرش. این پیسرش در اونجا روان کردن، جامعه بشوندن، دیگر بعضا پرووکاسیا کردن، به ترتیبی ها رو تشکیل کردن. سبب در چی بود؟ برای چی؟ و ما با خب خبرهای دروغ رسوندن که اصلی واقعیت چی بود؟ اصلی واقعیت این بود که روشن کلوب تیمش خیلی متحد شده بود. وحدتی ارجنگزا بودم، وحدتی خب وحدتم، یعنی که تیمش خیلی پرقوت شده بود و اینها در یک جایگی یکدیگر برادر خواندن، خیلی متحد شدن، رفت آمدها خیلی قوی شده بود. یعنی که بعد جنگ شهروندی یکم بار بود که در اون سطح مردم چگونه به همدیگر آمده بودن. واقعا مسجدها و اون فوتبال ها مردم ما را به هم آورد. اول در مسجدها را که بستن، در این فوتبال ها. خب و بالای پشت اینها با کی میساد؟ پشت اینها یک بیزنسمن دیگه، یک تاجر دیگه در کلوب میدونه که با تخلصی کبود، نامش سفرمد است اگر خطا نکنم. اون یعنی که پشت همه این نفرها، پشت اون کلوب ها دیگر همه مثال نفر کلیدی خب همه این روشن کلوب که بود سرمایه گذارش بود اون کبود. باید در اینجا چی کار میکرد؟ وظیفه چی بود؟ کبوت باید یک طرفه میکردن، تیمی روشن کلوب باید زیر دست اخچار میگرفتن. خب ببینید آمدن در اینجا کبوت به خاطر باز کروپسیا و دیگر چیزها بود، خب صد افسانه دیگر بافتن، بردن زندان کردن با مهلت 9 سال. دامادی خودش آورد گفت که این سرمایه گذارتون انا این نفر میشود، دامادی خودش در بالای میگذاشت. کاری اولی که کرد روشن کلوب همش زیر حزب حاکم در آوردن، اونها را بلیت پرتیابی دادن و بعدی که انتخابات 2013 تمام شد همین کارم بالای وحدت هم کردن، تیمی فوتبال وحدت. 2013 که تمام شد اینها را تمام هر دو شب باز به سرپناه موندن این تیم ها و امروز میدونن که در کدام سطح قرار دارن، یعنی که برفتن پایان. اون فن کلوب هر چیزی که بود اینها را پراکنده کردن. یعنی فهمیدین در چی بود؟ مقصد اساسی اون پرووکاسیا که در کلوب گذرانده شده بود فقط به خاطر همین چیز. چون اینها میترسن، ترس دارن که شما به هم بیاین، میترسن که شما متحد باشین. این چیزها سبب شد که شما را پراکنده کردن. این نفرهایی که لاف میزنن، فریاد میزنن که متحد، خب دیگر چیزها، نه اینا دروغ میگن. اینها از متحدی ما و شما میترسن، هراس دارن. مطمئن باشین اینها میترسن. خب